السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی هر یک کدیم ما و شما را نگهبان باشه. بسیاری برادرها مراجعت میکنن یا اینکه به زبان اگر کوچکیش بگیریم جلسه میکنن از سبب آنه که در بسیاری جاها کار میکنن و اونها را فند فریب میکنن، یا اینکه برای انسانانی که حجت راست میکنن، یعنی به قلبی که به قولی که یعنی پسردنیک میگن که ما شما را گرجدن سوا میکنیم به اسنوانی به دیگه و دیگه پلاشون رو میگیرن و غیب میزنن و بسیار برای ما مراجعت میکنن، میگن ما امیر چکا کنیم شین قریه دست نیا کار بویه برادر را بگیندن مسد پلوی ما را بر بگردونن. اولش که الله سبحانه و تعالی هر یک انسان توفیق بندگی عطا فرمایه. دیم ما انسانانی که مثال فن میکنین اونا را فریب میکنین، از همون پل حرام فرزندهای خود را میخرانن میپوشونن، فردا اون فرزندا از پل حرام چی تربیه میگیرن و در اسلام چی خدمت میکنن. فردا فکر میکنی که فرزندت از لقمه حرام کلان شد، فکر میکنی که در دین اسلام خدمت میکنه یا اینکه اطاعت پدر مادر میکنه یا که اطاعت الله سبحانه و تعالی را میکنه. نه، مثل خود یک فن کن فریبگر یک انسانی احمق میشه که دیگر انسان را احمق میکنه. پدر چگونه شوه فرزند همون گونه میشوه. با هم خاطر برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی هر یک کدیم شما را نگهبان باشه و بسیاری ها را بگیم شاید عموما روزش یک تا دو تا سه تا زنگ بزنه که فلانی انسان من نقض میبینم، یکان تماره یکان چیزی نیسته که ما همون را بر بگردونیم نقضش میبینیم تو اینکه همون ریزاشا بگیرمش، یا اینکه کسی نقض میبینیم و این شو میکنه یکان راهش نیسته که همون را بر بگردونیم. یعنی با قول کوچکیش بگیریم اگر میگه عروسم شو که استه چکو کنیم که اوای بر بگرده 3-4 روز جمعه توشه. چکو که در رکعت نماز بخون از الله سبحانه و تعالی طلب مغفرت که تو اینکه الله سبحانه و تعالی ببخشه گناهات و این انسان در زندگیش خلل نرسون. مرد میبدی، جوان مرد میبدی، پدر تا یا مادر تا روان میکردی برای خواستگاری، نه اینکه او را استفاده بری و بعد از آنی که شو کرد بعد دقیقه مغوصش بسوزی. و اون خاطر برادران عزیز، برای انسانانی که فند فریب میکنن احمق میکنن، انسانانی که نیازمندن بیچاره استرویکه در کار میکنن، این حالت ها رو این روزها رو ما هم گذراندیم، میدونم چی سختی ها هستن. اینها دسترویکه خواه میره، در دورین وگان خواه میره، در برفی و خنکی و چی عذاب و مشقت ها 100,000 یا 200,000 جمع میکنی و او بدبخت میتش و بدبخت میگیرشه، تلفن تا میکشه، چورنیس پیسکت میکنه یا نمراش رو تغییر میده و این انسان یه پیدا کردن نمیتوانی. در ما بسیار دیگه همگونه انسان ها، حتی دیگه اطرافای ما هم هستن همگونه انسان ها هستن بدن، بعضی هاش نابود شدن، یعنی همو مطلبی داشتن که احمق کنن، احمق کردن، یعنی حج میروان، بعضی هاش حج میکنن تا اینکه اونها رو حاجی نماین. در بعضی جا میریم قدشان میگه ما حاجیم، یعنی انسان حج به خاطر چی بکنه؟ باید به خاطر الله، نه به خاطر آنه که او را حاجی بگن. حج برای چیست؟ برای طلب عفو گناه و حج برای انسان شرایط دار فرض است، یکی از رکنهای اسلام است. و اون خاطر برادران عزیز الله سبحانه و تعالی نگهبان تا باشه و برای انسانانی که پل حرامه که میگیرین به دست میگیرین فکر نمیکنین که او را ظلم کرده ایست و اون مظلوم است و او دعا میکنه، دعای اون از پروردگار اجابت است. و انسانانی که با قرض میگیرین بعد از آنی که قرض گرفتین زنگتون میزنن که برادر عزیز همون پل بر بگردان، در جواب چی میگین؟ نمیتونید پلتا چی میگو؟ یا اون کار کردن نمیتونی، کسی را میوری بیار، یا اون کسی اون کار کردن نمیتونه. یعنی یکمش عیبه برای جوان مسلمان که هم قرضدار باشه و هم این گناه سخنرانی کنه. و دوم یعنی فکر نمیکنه که
بین آدم مظلوم و بین الله یگان حجاب نیست، یگان پرده نیست که دعای اونها قبول می شود. که اون دعا کنن، دست به دعا کنه، یا که در رکعت نماز بکنن دست به دعا بکنه، بگه پروردگارا این بنده ظالم تا خودت چارش ببین. الله هم خیلی میگه در اوری میزنی که تا آخری عمر تا این ولید میگردی. دعای مظلوم اجابت است. از هم خاطر پیش از آنی که ظلم میکنی نسبت یک کس، فکر کنین که الله در تار است، میبینه چیکار میکنی و الله جزایت را میده. و هم خاطر از دعای مظلوم بترسین و از غضب مردم بترسین. بعضی هستن که میگه چیکار میکنی بکن زور تا نعوذ بالله فلان میکنم کبزن تا مثال عیبه برای جوان مسلمان میگه برای بزنن عیبه که هم قرضداری و هم زبان دراز است که مثال گاو میزنی، خیلی گاو میزنی که کسی را فیراد میکنی، کسی را که میگلو بوی تا جرس میتون. این روز که دو کسی شناختین، این روز که در برتان دو انسانی هستن که کمی قدرت دارن، همین گونه رفتار میکنین. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که ایمان نمیاره که از شما، یعنی ایمان شما کامل نیست. هر حالتی که هر آینه، هر گونه که چیزی که برای خودتان میخواهین، اگر برای برادر مسلمان تان نخواهین اون، یعنی چیزی برای خود دوست میداری برای برادر مسلمان دوست بدار. تا نمیخواهی که یگان کس نسبتی تو ظلم کنه، پس نسبتی برادر مسلمان ظلم نکن. چیزی که برای خودت نمیخواهی برای برادر مسلمان نخواه. چیزی که برای خودت دوست میداری و میخواهی که در برت باشه، در دستت باشه، همون گونه برای برادر مسلمان همون گونه چیزا بخواه. و برای انسانانی که بعضی حالات میشه که یک کار کوشش تلاش میکنن، یعنی همون چیزا پیدا کردن نمیتونن. یعنی الله سبحانه و تعالی فرموده است که و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. بعضی حالات میشه که ما چیزا بد میبینیم، شاید که او برای ما خیر باشه. بعضی حالات میشه که بعضی چیزا رو برای خود دوست میداریم و برای ما بد است و الله دانا هست و الله میدونه. به همون خاطر هر چیزی که میشه و هر مشکلی برای بالای مسلمان میآید به اجازت الله نمیشه. الله چی میگه؟ و ما هم بضارین الا باذن الله. یگان ضرر رسانده نمیتونه تو اینکه الله سبحانه و تعالی او را اجازت نده. با همون خاطر هر امور زندگی و حیات ما و شما میگذره همش به خواست الله هست. با همون خاطر هر چیزی که میخواین از الله سبحانه و تعالی طلب کنین. هر مراد و مقصد دارین، هر چیزی که طلب دارین، در رکعت نماز بخونین، از الله سبحانه و تعالی طلب کنین که پروردگارا همین چیز اگر برای من خیر باشه موفق و میسر من بگردان، اگر که برای ما بد باشه شر باشه پروردگارا گم و گورش که ما نبینیم این چیزه و این کسه. و هم خاطر در یاری و دوستی و رفیقی حرکت کنین، خطا نکنین. طلب کنین که پروردگارا یاران و رفیقان خوب را برای ما نزدیک بکن و انسانان منافق بددل کینه‌گیر اونها را از ما گم و گور و دورشون کن که رنگ نموچه نبینیم. برادر یار رفیق دوستی خوب محبت داری با او، الله محبت بینتون پیدا میکنه. و انسان منافق کدام اندازه وقتی کاری چطور بد کردن شه دبرته کارش که بچید السلام علیکم میگه و قدم ایران میکنه، یعنی از بر دور میکنه. و مخاطر مطلب ما در دنیا چیست؟ برای طاعت عبادت الله هست و خدمت در دین اسلام باشه. خب برادران عزیز با دعا باشین در حق